بچه‌ها قراره که محمد اینو به هر نحوی که شده به ما بفروشه این وسیله. آره یه نوکش رو نشون بدی میشه. آقا سلام بچه‌ها خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی چیلتوری دیگه. خب سلام بچه‌ها، اومدیم که یکم خنده کنیم و یه چیز زیبا بفروشیم. آره قراره بازی امروزمون فروش. بچه‌ها محمود باید به ما یه وسیله‌ای رو بفروشه. دیگه گدابازی در نیارید، بخرید. نه خدایی خوب رفتی می‌خریم. آره دیگه دیگه قانع کردی می‌خریم. آخه من هیچ فکری تو ذهنم نمیاد. من فکرم خالیه. تو با فروش همین بار زندگی تو میبنده دیگه. آتش زدن به مالم جنس آوردم اعلا. بذارش اینجا با ادیت بذار رو کف دستم باشه. من بخر اعلا به خدا پیدا نمی‌کنی یکی تو ترکیه یه دونه است. چه آپشنایی داره؟ من بخرم بهم چه کمکی میکنه؟ به چه دردم میخوره؟ چیکار دوست داری باش بکنی؟ هر کاری دلت بخواد باش میتونه بکنی. چی مثلا چیکار میکنه؟ نون میخره. نه نونم میخره. نمیدونستی؟ دکمه داره. دکمه شما بزن. اسمش چیه؟ غیبه یعنی. من فقط میدونم بهتون نشون میدم حالا که رو خریدید. خب کوچولوه، خب تو جیبم جا میشه. خب اذیت نمیشی برای جا بشه. خیلی نامردید، نمیدونم چیه کارآمده. آره خیلی زیاد. واسه بدن خوبه یا مثلا دیگه تو واسه روحیه خوبه؟ واسه بدن خوبه. ببین من پادر دارم، به کارم میاد. پادر داری؟ میاد، چرا نیاد؟ فقط چیزای مثبت چی داره دیگه، مثبت 18 یکم نمیتونم توضیح بدم. چجوری میتونی ازش استفاده کنی؟ خدایی نه، یعنی ببین واقعا خیلی سعی کردم که بخری. ها خیلی سعی چرا کردم. نمیخری؟ خب این همه پول داری، خب بخر دیگه. چیکار کنی؟ برای کی میخوای ارث بذاری؟ برای من؟ خدایی قابل قبول نبود. دوست نداشتی. والا بریم بعداً باز میام بهتون میفروشم. بچه‌ها اینه. بریم. قبل اینکه بریم یه لایکی بکنید ماره. آره لایک، سابسکرایب، نمیدونم دیگه چیا داشتیم. بزنید 60 مبارک و زنگوله هم بزنید روش ببینم. میتونم بهش دست بزنم؟ نه خب 100%. این چیزی که آوردم براتون تو دنیا یه دونه ازش هست. خب اونم فقط دست منه. بعد این به قدری برای سلامتیتون مفیده که اگه یه دونه اینا رو داشته باشی تا آخر عمر بیمه ای. جادوییه یعنی در ماجیک. آره خیلی چیز خفنی. بعد از لحاظ ظاهری خیلی خاصه. خب داشتی توضیح میدادی. کار رو انداز هست، یعنی چیزی هست که دم دستم میشه راحت بتونم ازش استفاده کنم. آره مثلا تو یه دونه اینا داشته باشی نیاز به هیچی نداری دیگه. همین یه دونه چیز مثلا هر انسانی لازمه، ولی متأسفانه فقط یه دونه ازش هست. یا تو میتونی بخریش یا تو تازه یکیتون فقط میتونه بخره. یه دونه است. یه دونه است کل دنیا. سوالی چیزی دارید؟ کوچیکه یا بزرگه؟ متوسطه. یعنی نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه، ولی قابل حمله. یعنی به درد اینکه دیگه بیرون میری الا که هر سری یه دونه با خودت داشته باشی میخوره؟ نه بیرون بری هر سری با خودت ببری که نمیشه که. میگم یه دونه ازش بیشتر تو دنیا نی. اونم باید ببری بیرون گمش کنی، خرابش کنی. تو فقط صاحبش باشی کافیه. What؟ خب به چه کارایی میاد؟ چیه توش؟ چی ازش میخوای؟ نون میخره مثلا؟ نون میخره. واسه تو یه دکمه داره ولی برای من دکمه هم داشت برای من. تو گفتی نامریه ولی این مرئیه. نه این نون نمیخره. این میگم که واسه بدن، سلامتی بدن خیلی مفیده.
میخری تو؟ یعنی تو داشته باشی بدنت نه مریض میشه نه هیچی. بعد چه خدای خوب داره میگه، یعنی روحیت هم تاثیر خیلی بزرگی تو روحیه هر انسان داره وقتی یه دونه اینا رو داشته باشه، مخصوصا صبح قبل صبحونه. قبل صبحونه. جالب شد. تو میخری ازت؟ نمیدونم ولی خوب گفت. آره خدایی بد نگفت. نه من خریدم اصلا. من خریدم خدایی. ایوان بفرست. آره شماره کارت بزن. بعد چقدر هست؟ نه من با بزن. چقدر هست؟ قیمت چقدره؟ اونا گره بخرم. قیمت دایرکت. نه حدودی چقدر؟ خب میگم چون که اصلا فقط یه دونه ازش هست که اصلا قیمت نداره که. با یه خونه ماشینی پای خونه و 50 تا هم سر میگیرن. نه ولی خوب بود. خدایی خوب میخواد بیارش. قیمت بالا دادم واسه فان قضیه ولی خب واقعا دوست دارم بدونم چی. داره در مورد این صحبت می‌کنه بچه‌ها. بیا عقب‌تر. یه دونه تو دنیا داره ازش. آقا اینا رفتن برای من یه چیزی انتخاب کنن که من بفروشم. به نظرتون من چی باید بفروشم؟ قراره که مسیح اینو به بهترین نحو ما بفروشه. اینو آقا اینو اگه الان بردی نه بردی باخت دادی ها. نه بردی سوختی، یعنی در این حده. من اصولا شنبه ها این شنبه بازار هست اینجا میریم خرید باکسی میفروشم. یعنی من اینو کارتون میدم میره. جدی دارم میگم. همه خب دارن. خب یه لحظه وایسا. خب ندارم. خب ببین چقدر خوبه که من به همه دارم میفروشم. مسئله اینه قیمت خوب چند؟ بکاره یعنی ها؟ چند؟ 50 لیر همش 50 لیر همش گفته تو تخت، تو دستشویی، رو صندلی، هر جا میخوای استفاده کن. استفاده کن چه مثلا تو تخت چه استفاده ازش میشه؟ موقع خواب مثلا میتونی استفاده کن. کافیه تو جیبت باشه. این وسیله از خودش استفاده هم که نکنی. یعنی میگی تو جیب جا میشه. آره بابا اصلا ببین ازش استفاده هم که نکنی همین که تو جیبت باشه یه احساس گوونلیک و آرامشی بهت میده. یعنی تو کافیه صبح که پا میشی بذاری تو جیبت در بزنی بیرون. بعدش هم یه بار صبح که پا میشی فقط باید بذاری تو جیبت بری بیرون. یه دور میخری 50 لیر یه عمر استفاده میکنی. عمریه بهت اوزگوون میده 50 لیر عمر. آره آقا 50 لیره ضرر داره میخری امتحان میکنی. نه خدایی 50 لیر اون یه دونه 50 لیر زیاده. حتی 25 25 اگه چون جفتتون بخرید 2 تا 25 لیر یکی 25 لیر ازش میزنم. آشنایید 20 میدم اصلا دیگه ببین راه نداره خدا وکیلی کمتر. 5 بده آشناشی ماشین 5 میدم به خدا وکیلی. دیگه ببین چیه که انقدر بیاره پایین. آقا شد. نه چرا یعنی اینقدر براش سود داره که 50 لیر اومد نه این دلیل داره. این میده. دلیل داره. چرا؟ به خاطر اینکه من موظفم به شما ثابت کنم که این جنس اونیه که میگم و اونجوری که باید به دردتون میخوره. ولی مطمئنم دوباره با میشید میایید برام. طعمی چجوریه؟ خوشمزه خوشمزه. دمنوشش مثلا بکنی. دمنوشش کن. تو میخری ازش؟ نه من نمیخرم. جا میشه آقا. من میخرم ازش. آره خدایی از جون و دل گذاشته. خدایی زحمت کشیدم. من با یه فروشنده یعنی با یه خریدار محمود بدون خریدار و ما خریدیم ازش و امریکا با 2 خریدار برنده فکر کنم. خب واسه دوست داری ببینی چی بود؟ بچه‌ها من با یه جوراب نظرتون رو بگید کدوم اون بهتر فروخت واقعا اینو بگید که بدونیم. من صاحب یک عدد تخم مرغ بودم که موفق شدم تخم مرغ با یه خونه و 50 سر فروختم. این باید تو گینس تو تاریخ ثبت بشه. من با یه جوراب تو الان صاحب تخم مرغ شدی، من صاحب یه جوراب شدم. الان میرم میشکنم بخورم.
محمودم که یه جای خوشبو کننده داشت. خوشبو کننده داره. نگاه کن خجالتم نمیکشم واقعا. باتری خوره، باتری قلمی میخوره، میکنی توش میبندی پیس پیس میکنه از این پشت. چرا نخریدی؟ خوبه اینا. امیدواریم که این ویدیو لذت برده باشید. ما رو به هیچ وجه فراموش نکنید. کلی مراقب خودتون باشید. من حتما آرم یوتیوب لایک و زنگوله رو هر جای صفحه دلم بخواد میذارم و شما یادتون میفته که باید این کار انجام بدید. مثلا لایک کنید با این 60 مبارک. خدا بعد زنگوله رو هم بزنید. دیگه همونقدر که ما دوستتون داریم من میذارم، شما به ما اهمیت بدید که ما میذاره انرژی بگیریم براتون کارهای خفن تر. ولی مراقب خودتون باشید. دوستتون داریم. خدا